امروز میخوام این انیمیشن اپل رو بازسازی کنم، اونم فقط تو 12 ساعت. سلام، داستان از اینجا شروع میشه که من از چت جی پی تی پرسیدم دستمزد شرکت ها و استودیوهای کوچیک که انیمیشن های شرکت اپل و اینجور شرکت ها رو مثلا سامسونگ و اینا رو میسازن چقدره. من این سوال ازش پرسیدم و جوابی که داد توی چند تا منبع شد $25,000. پس اگه یه نسبت تناسب کوچیک بگیریم، وقتی برای 1 دقیقه میشه $25,000، برای 23 ثانیه میشه چیز حدود $10,000. من نمیگم، چت جی پی تی میگه. بعد من خواستم که ببینم آیا میتونم یه دونه از این انیمیشن ها رو بسازم یا نه. به خاطر همین اول رفتم سراغ اینکه از یوتیوب انیمیشن های اپل رو انتخاب کنم. اولا چرا اپل؟ چون من از انیمیشن های شرکت اپل خیلی خوشم میاد. از انیمیشن های بقیه شرکت ها خیلی بهتره، خیلی تمیز و پرفکته. به خاطر همین ایتالیایی رو داشتیم. به خاطر همین رفتم تو یوتیوب. یه ویدیویی هست Every iPhone Reveal، همه ویدیوهای رونمایی آیفون رو تو خودش داره. از فکر کنم مدل 8 شروع میکنه. بعد این ویدیو رو شروع کردم نگاه کردن و اولین ویدیو رو گفتم خب این مدل سازی زیاد داره، بعدش سیمولیشن زیاد داره، این هیچ. بعد این زیرش چیز داره، قشنگ همه رو گذاشته. آیفون 15 عادی رو ببینم، نه این زیاد اون چیزی نیست که بخوام درستش کنم. قشنگ تک تک اینا رو بررسی کردم. البته این ویدیو رو من قبلا دیده بودم. اگه تا به حال منو دنبال کرده باشین، من این ویدیو رو برای اون پفک اپل که گفتم اگه اپل پفک درست کنه چی میشه، برای اون درست کرده بودم. البته این رو مدل خود آیفون اگه میخواستم این کارو بکنم، یه ذره سافت بادی سیمولیشن داشت. میبینی این تیکایی که اینا حرکت میکنن، اینا رو من باید درست میکردم. به خاطر این تو یه روز نمیشد. یه روزم نه، زیر یه روز، نصف روز، 12 ساعت. این قبلا چند روزی از من وقت گرفته بود. اینم گفتم پس هضم میشه. 13 14 15 همینجوری میریم جلو تا میرسیم به اینجا. این یه ذره نظرمو جلب کرد. احتمالاً اینو میتونم بسازم. تا اینکه اینو دیدم. آماده اینو دیدم. گفتم باید اینو بسازم. این خیلی راحته. این دقیقاً همون چیزیه که من میخوام. یه ذره مدل رو انیمیت میکنی، با نور و سایه کار میکنی و دوربین رو انیمیت میکنی. این عالی بود برای من و همینو انتخاب کردم برای اینکه بسازمش. بعد از این باید میرفتم توی اسکچ فب و از اونجا مدل رو دانلود میکردم. راستش من اصلا قد وقت نداشتم که بخوام خودم آیفون رو مدل سازی هم بکنم. این خودش یه روز وقت میبره. به خاطر همین رفتم تو سایت اسکچ فب، آیفون 15 پرو مکس و یه دونه‌شو دانلود کردم. بعد یکم که حالا باش با متریالاش کار کردم تا اونطوری بشه که دلم میخواد، نتیجه نهایی این بود و دیدم واقعا میشه باش کار کرد. شروع کردم به ساختن انیمیشن. هولوش ساعت 12 شروعش کردم. الان ساعت 10:30 من هنوز رندرها رو نگرفتم، دارم ویدیو رو میگیرم. خب به ترتیب چند تا فایل درست کردم و از اول شروع کردم تک تک صحنه‌ها رو درست کردن. اونم چطوری؟ چون میخواستم بازسازی کنم، دقیقاً خود فیلم مورد نظر رو گذاشتم اونجا، یه دوربینم این طرف باز کردم، هر صحنه ای اونجا هست سعی کردم اینجا بازسازیش کنم. ببینید مثلا اینطوری توی هر شات اول حرکت دوربین و بدنه رو تنظیم کردم و بعدش نورپردازی رو شروع کردم. اینطوری مرحله به مرحله هر شات رو جلو رفتم. الان ببینید اینجا این بالا میتونید ببینید یک بدنه گوشی روشن میشه، یک شعاع نور رد میشه، لایت سویپ بهش میگیم. و منم سعی کردم همینو با این حرکت اینجا نشونش بدم. یه نوری که اینجا کم کم روشن میشه و بعد این حالت لایت سویت اینا میاد. اتفاقا من احساس میکنم مال من یکم، البته قطعا اون شرکت بهتره، اونا حتما آرت دیرکتور دارن، کارگردان هنری، میدونن چرا اون کارو کردن، ولی من خیلی با ریالیسم این بیشتر حال میکنم که این واقعی تر باشه. بعد مدل من آیفون 15، اون مال آیفون 8، به خاطر همین اینا هم یه مقدار به هم دیگه نمیخورن، ولی خب تمرین دیگه. ولی این خیلی تمرین خوبیه، حتما شما هم این کارو بکنید. بشینید عین به عین انیمیشن های شرکت هایی که واقعا دوست دارید مثل اونها بسازید رو بسازید. هر کی هم بهتون گفت کپی فلانه بساره، اصلا هیچ ایرادی نداره. من قبلا هم توی سی جی ایمپرجی هم راجع به این ویدیو درست کردم. اصلا همینطوری آدم یاد میگیره. شما باید کتابخونه انیمیشن ذهنتون رو پر کنید.
اگر میخواید موشن گرافیک سه‌بعدی کار بکنید، انیمیشن محصول کار بکنید، بعد انیمیشن محصول ذهنتون رو پر بکنید. کتابخونه‌شو که بهتون گفتن خیلی خوب یه دونه از صفر شروع کن، تو بدونی چه حرکتایی باید بزنی. به خاطر همین من این ویدیو رو تمرین کردم، از وقت آزادم استفاده کردم و تک تک این شات‌ها رو درست کردم. من چون با سایکلز کار میکنم، خب این رندراش طول میکشه اگه رو 1920 در 1080 بذارم. من یاد گرفتم که تو اینستاگرام ویدیوها روی 1080 به 608 ذخیره میشن یا آپلود میشن. خب به خاطر همین ویدیوها رو من از اول رو همین ریشیو و رزولوشن قرار دادم که سرعت رندرم یه ذره بالا بره و اینطوری یکم تو زمان صرفه جویی میشه دیگه. آخری هم این که من این صحنه رو خیلی دوست دارم. اینجا رو نگاه کنین، یه هشت هست که نور میاد و قشنگ توی اون داخلاش یک حالت هایلایت نوری ایجاد میکنه، میچرخه. منم همین کار رو اینجا اینطوری کردم. بذارید اینا رو یه خورده بزرگ کنم. این نور رو ببینید، این نور دور محصول دور اون عدد 15 میچرخه و این حالت گردش هایلایت رو به ما میده. یه دونم چون فقط از یه طرف بود، یه دونم پایینش گذاشتم که زیرش هم یه خورده هایلایت اینجا بهمون بده. ببینید اینجا. و بعد یه نورم جلو گذاشتم که این رو یه خورده روشن کنه. توی خود اصلی میدونم که اینطوری بود، ولی من دوست داشتم که این بیشتر شبیه مدل آیفون 15 که کنارهاش یه خورده فراستده اونطوری باشه. یه چیزی هم بگم، این ظاهرش ساده است، حتما تمرین فوق‌العاده‌ایه. چون اینجا رو ببینید، همه یه چیزایی که انیمیت کردن رو بهتون نشون میدم. اینقدر انیمیت داریم توی این شات. من بذارین اینو بزرگش کنم. خلاصه که سخت بود، ولی به کار کردن ادامه دادم و شات به شات جلو رفتم. اینطوری تونستم تا قبل ساعت 12 رندرها رو بگیرم و کارو تموم کنم. این شما و اینم نتیجه نهایی. یاد نره که تو کامنت ها نظرتو برام بنویسی. توی کامنت ها برام بنویسین که از 1 تا 10 به این چالش امروز هم چه نمره میدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.